زندگی ما تقریباً به طور کامل توسط سیستم‌ها، عادت‌ها و فرایندها اداره می‌شود. سیستم‌هایی در محل کار، روتین‌هایی که در خانه دنبال می‌کنیم و روش‌هایی که با آنها کارهایمان را انجام می‌دهیم. اما سوال مهم اینجاست: چند وقت یک بار واقعاً این سیستم‌ها را بررسی می‌کنیم؟ چند وقت یک بار می‌پرسیم آیا راه بهتری هم وجود دارد؟ برای من تا مدت‌ها پاسخ این سوال خیلی کم بود، تا زمانی که با یک فلسفه ژاپنی آشنا شدم به نام کایزن. کایزن از دو کلمه ژاپنی ساخته شده: کای، تغییر، و زن، بهتر شدن. و مفهومش خیلی ساده اما عمیق است. بهبود مستمر، حتی اگر خیلی کوچک باشد، در بلند مدت نتایج فوق‌العاده‌ای می‌سازد. کایزن به ما یاد می‌دهد که پیشرفت واقعی، ناگهانی و انفجاری نیست، بلکه آهسته، پیوسته و مداوم اتفاق می‌افتد. بعد از جنگ جهانی دوم، این تفکر وارد صنایع آمریکا شد تا اتلاف‌ها کم و بهره‌وری بیشتر شود. اما شرکتی که کایزن را به اوج رساند، تویوتا بود. تویوتا این فلسفه را وارد قلب سیستم تولید خودش کرد، به طوری که مشکلات را همان لحظه‌ای که ایجاد می‌شدند، شناسایی و اصلاح می‌کرد. نتیجه چه شد؟ یکی از کارآمدترین و قابل اعتمادترین سیستم‌های تولید در جهان. به مرور، شرکت‌های زیادی تلاش کردند این مدل را کپی کنند. یکی از ابزارهای اصلی کایزن، چرخه‌ای به نام چرخه دمینگ است که 4 مرحله دارد. 1. برنامه‌ریزی، پلن. مشخص می‌کنی دقیقاً چه هدفی داری و چه فرایندی تو را به آن می‌رساند. 2. اجرا، دو. برنامه را عملی می‌کنی، بدون وسواس اما با آگاهی. 3. بررسی، چک. نتیجه را تحلیل می‌کنی، کجا خوب بود، کجا میشد بهتر عمل کرد. 4. اقدام اصلاحی، اکت. تغییرات لازم را اعمال می‌کنی و فرایند را ارتقا می‌دهی. این 4 مرحله یک چرخه بی‌پایان هستند. کایزن می‌گوید هیچ چیزی کامل نیست. همیشه جا برای بهتر شدن وجود دارد. هر بار که این چرخه را تکرار می‌کنی، دانشت بیشتر می‌شود و کیفیت خروجی کارت بالاتر می‌رود. بهترین نقطه شروع برای کایزن داشتن یک هدف شفاف است. وقتی بدانی دقیقاً چه می‌خواهی، می‌توانی مسیرت را دائما اصلاح کنی. کایزن به ما نشان می‌دهد که تغییرات کوچک اگر ادامه دار باشند، در آینده تأثیرات عظیمی می‌سازند. این فلسفه شباهت زیادی به نظریه پیشرفت‌های جزئی دارد، یعنی بهتر شدن فقط 1% در هر روز. جالب است بدانید اگر فقط روزی 1% بهتر شوید، بعد از 1 سال حدود 37 برابر پیشرفت خواهید کرد. فشار برای بهره‌وری بیشتر همیشه وجود دارد، از طرف خودمان یا از طرف دیگران. اما قدرت واقعی کایزن در یک چیز است: شناسایی و حذف اتلاف‌ها. اتلاف وقت، انرژی، تمرکز و حتی روش‌های غلط کار کردن. مثلا خود من وقتی فرایند ضبط ویدیوهایم را بررسی کردم، فهمیدم اگر به جای ضبط یک ویدیو، 2 ویدیو را پشت سر هم ضبط کنم، کلی در زمان تنظیم تجهیزات صرفه‌جویی می شود. و این فقط یک مثال ساده است. مطمئنم هرچه بیشتر فرایند کارم را بررسی کنم، راه‌های بهتری برای بهینه‌سازی پیدا می کنم. شاید استخدام ادیتور، شاید بهتر نوشتن سناریو، هیچ وقت معلوم نیست. کایزن به من یادآوری کرد که گاهی آنقدر درگیر هدفهای بزرگ می‌شویم که فرایند رسیدن به آنها را فراموش می‌کنیم. اما موفقیت واقعی نتیجه تمرکز روی پیشرفت مداوم است، نه فقط نتیجه نهایی. هر رویکردی که یادگیری همیشگی و رشد بلند مدت را تشویق کند، یک فرمول واقعی برای موفقیت است.